rahmat ba amin o'ylam ki misol ana amin bachora ba amin daraja khay tarbiya kard. Hücum timi منتخب فوتبال تاجیکستان منوچهر جلیلov باید فرصت رو از دست داد. جلیل ارشاد واسیف سوپر بازیگری ذخیروی فوتبالی تاجیکستان چی در باشگاه چی در تیم ملی فرزند همه طرف دستی مادره پدر هر چند باشد هم که بیر نداره مادر تربیتگری فرزنده نگاه میکنه جمع گیر میکنه خوراک میپزه لباس میشه میبره و میاره گپ مادره کیف بابوی برسه فرزند با همراهی مادرم صحبت میکنم و وقتی که تنم خوب مغلوب میشم فقط و با من میگه هیچ گم ندارد بچه‌م دفعه آینده میزنی. بعد یک تایاقچه میدادم و میگرفته میرفت برچه ها رو تا شب پویده اینای همسایه اینای محله رو پویده می اومد. агарчи модар ва меҳри модарӣ ниёзе ба омӯзишу таълим ва шарҳу тавзеҳ надорад вале таҳияи мустанаде дар мавриди меҳр ва ишқи модарӣ барои наслҳо боис мешавад то онҳо бештар ба заҳмату фидокориҳои модарӣ арҷ гузоранд. рӯи ин тасовир ду дуструяки гармчеҳру ғарқи шодиву шур ҷило доранд вале қаҳрамони асосӣ модар аст оне ки муҷиби офариниши онҳо шудааст. ин модар фидокориву меҳрубониро ба ду тан аз чеҳраҳои шинохтаи варзиши кишвар дилшод ва фарҳод восиёвҳо омӯхтаву парвариш додааст. فقط می حواس شده فوتبال بود میگم که از جا میرفتیم خونه رو محکم شد میکنیم تا میومدیم همه را شکستن در درون خونه شپیدن فوتبال هر دوش بازی کرده تا اومدن ما ایستادن. با وجود آنکه تربیت حرفه‌ای را در راه فوتبال از پدرشون سعیدجان واسیف گرفتند ولی پدر آنها نقش مادر همسر مهربانش را در عرصه کمالات فرزندان مهم ارزیابی میکنند. اویلام خیلی رحمتی کلام میگم که همه خیلی بچه‌ها را تربیت کرد و حاضر بسیار خیلی زندگیشون خیلی خوب با حاضرم اساس بگیریم پرچم جمهوری تاجیکستان خیلی در مملکت برداشته شدن خدمت به وطن کرده شد. دوری پیش بعدی چی خیلی بود نه که ما کوشش میکردیم که بچه‌هامون یک روز ترینировка دیر نکنن. داداش میبرد چون میوارد گاه وقتی که استادیون رو نمیدونستم اتومبیلیست فرود کردن ندونستم گفتم من خودم میبرم تو من خودم گرفتم اتومبیلیست بردم شو مشق کردن تمام کردن با گرفتم آوردم شو از جایی که من میشیم پدرش میبرد ترینировка میکردن میومدن. دلشاد و فرهاد از زمان پیوستشوی و باشگاه‌های محلی و تیم ملی کشور در موفقیت و نشاط‌آفرینی نقشی بارز گذاشتند. این نکات برجسته را هنوز از زمان نورسی‌شان در تیم ملی نشان داده بودند. والدین پرشور و افتخار نیز آن لحظه‌ها را به یاد دارند. جوابی دسته یکچین جمهوری تاجیکستان است و از سمت چپ باز 4 نفر حمایتگری دسته. این اکنون اساس بگیریم وقتی که پسر مایداکیم در چمپیونات میره وقتی که اشتراک کردن فرهاد با کمانده امریکا با فکرم فراموش نکنم چهارم گلی که زد بچه‌های 17 ساله را به چمپیونات میره آورد заслугой میکیو این فرهاد بود که ما در همونجا وقتشتا در خانه ششتا تماشا کردیم و یک احساس بلندی که میشه با خسته همون زنه که یک چند مرتبه رحمتی کلام گفتیم.
من میخوشم با تلویزیون گوشم با تلویزیون نشون میتیم نمیتیم تماشا کنم چخیل بازی را بینم فهمم بازی کرد بچه‌ام نکرد برای همین میشم تا هم بازی تمام شدن تا تلویزیون که نشه اصلا با یکون کسا میکوم اینترنت یکون چی بیوه فهمم که بچه‌ام باید دادن بریده باشن چقدر خرسان میشن یا برای بچه خودم برای وطن برای ملت برای تاجیکستان که پرچم بالا بردارن چقدر خرسان میشن یکی جایی که میرفتن با میداد زیق میشدیم اقلا یک گل نزده بگو اپا نشد چخیل کنه اکو وقتی که مادر یگان خرسندی میشود احساسه بعد امروز شب همون آبی چشم میریزد که مثال در خودی کره برآمد کرده پرچم جمهوری تاجیکستان در چمپیونات میره که جای سوم گرفتن تاجیکستان آورد این هم یک از طرف مادر یک خرسندی است رحمت میگیم بایی من همین حواس داشتم که بچه‌ام چقدر که دیگه سپورتسمن هستن همین خیلی سپورتسمن شدن پرچم تاجیکستان رو بالا بردارن همین حواس داشتم که رفتنشان میگم فرهاد دل شد یک گل بزنه بعد بس چی در کار نیست مادر در قینه که برای کار کردن و جای کار میره فرزند نگه کردن کن یکی اسپید میکردیم که اوقاتش تیار باشه لباسش تیار باشه اسپید کنه که ترینوفکا بره دیر نکنه مکتب ایست میرفت ایست میمودن میخون بیکار نبودن ترینوفکا میکردن میمونن بیگه میرفتن با اینجا میفرمادن میفتم شموندن اگروز که میشه ما حواس داریم میریم با میفرمادن در استادیوم بچه دینیوقتی بوز میکردن مکتبشون میخوندن ترینوفکاشون میکردن بیهوده گردی نبود ما صبر شکر میشه همه خوب بود یکی از بهترین بازیگزاری تیم منتخب تاجیکستان رو با گل انجام داد این هنوز در دقیقه 61 بازی که برای کامبک کردن تنها یک گل دیگر کافی است. دویم آرزو داشتم که همین بچه‌ام دائما سپورت محکم بخپن بخونه با سپورت همه خوب هم سلامتی ده خوب داره هم وطن ده همه طرف این سپورت چقدر خود حواس داشتم دوست می داشتم که بچه‌ام هگون شون که همین تلویزیون که کنای فوتبال شما تا تلویزیون تا تمام شدن تماشا میکنیم باید دادن بردن یکی چی میشه عشق میریخه چشمونم که بریدم تاجیکستان بیرقش بالا شد روز هشتم که مثل روز مادر است و همه مادرانی که مثل پسر دارن و پسرها دارن خیلی دختر هم دارن و یکی پسر هم دارن حاضر دختران ورزشگری نقش شدن با روحی یکون گندگی نروان مهنت کن میگن تربیت جسمانی در اویله مثال برای سهم گذاشتن اساس یک مادر است دوم پدر برای همین با مادران جمهوری تاجیکستان عمر دراز در کارهایشون آینده موفقیت‌های کلان آرزو دارم تمام مادران جهان تبریک و تهنیت گفته به آنها عمری دراز سلامتی خوشبختی دنیای تنج و آباد تمنا دارم که دائما هم خیلی خوشبخت باشم خیلی دنیای تنج و آباد و زمانویده باشیم این محل کاری در برابر دیده دوختن به تصویر عیان و مشخص می شود. بیمارخانه شهری رقم 9. اینجا مادر کار و فعالیت می کند که سامان محمدبک را تولید و در پیراهه ورزش راهنمایی کرده است.
از زلال چشمان این مادر پهلوان پرور دریای از مهر و محبت موج میزند، مخصوصا زمانی که از فرزند ورزشکارش داستان را به یاد میآورد. من میفخرم که سامان جان من پرچم ملت رو در سطح جهان بلند برداشت. این وابسته همه این موفقیت ها با دستگیری غمخوری ملت اساسگذاری صلح و وحدت ملی کشورمون امامعلی رحمان است که به همه غمخوری جوانان هست. سامان محمدبеков ورزشگر تاجیکستانی است که با لقش شهادت‌تاشویلی ورزشگر از گرجستان تلاش میکند. سامان محمدبеков دستپرور مکتب جودوی فدراسیای روسیه است و محل تمرین و زندگی شهر ایرکوتسک میباشد، ولی در مسابقه ها تاجیکستان را با افتخار نمایندگی میکند و زمان بازگشت و حضورش در وطن پیوسته تمرین را ادامه میدهد. وقتی که همینجا اومدگی بود، دوشنبه اومدگی بود، میگفتیم که خیلی امروز زکون استراحت اومده تاجیکستان، استراحت که سامان جان خوره مشق نکنه زیر نه ساعتی 4 میخست، همه خیلی بیرون خنک بود، میخست لباس های ورزشی را میپوشید و با هیجان همه همون ریزین و پیزین گرفته میرفت که ما باید رفته مشق کنم. میرفت در و چی مکتب 82 با 101 با زندگی میکردیم، همونجا چقدر با هیجان مشق میکرد. از ساعتی 4 میبرومد تا ساعتی 8 میومد، همش در عرق و در چی با میگفتم پسرکم خیلی استراحت کن حاضر مشق نکن. میگفت که نه، ما باید هر روز رژیم مشقیم حتما باید باشد، من باید مشق کنم. بعد دودرکاش هم چی میکرد که شما خیلی نشینید، مشق کنید، مشق کردن در کار، دویدن در کار. دقیقت دوری از وطن خیلی هم برای مادران گران است که فرزندش وقتی در خارج کشورم باشه و مادر است. خیلی هم مثلا فکر میکنه در این باره و وقتی که فرزندش اگر که در برآمدهایی که در چمپیونات جهانی که در دیگر کوبک وقتی که سامان میبینن خیلی هم به احساس داده میشود در حقیقت و تا آخر تماشا کردن نمیتونن. خیلی مادر است و فهمیدن ممکن است. بار آخر من چیسلای 23 فеврал بود در آلمان گذشتگی بود. چقدر ما وقتی که در میدان پسرم میبرومد چقدر چی بودیم با هیجان داده میشدیم. همه کارو پرتاشته فقط سامان جان رو نگاه میکردم که چی میشه. او سحر قطعی بود، یکم ساعتی یکی عبید بود که من در همین کارخانه بودم. هر دم تلفن کرده می ایستادم که پسرکم چی شد، پسرکم چیکار کرد، چند کس زد. فعلا در وزن تا 73 کیلوگرم جودو یکی از مدعیان راه یافتن به بازی‌های المپیک از طرف جمهوری تاجیکستان سامان محمدبекov را می‌دانند. این خوشبینی نیز برای والدینش باعث سرفرازی است. برای سامان جان هم سزاوار شدن برای جای پنجم در این سطح بین‌المللی هم یک شرف است من فکر می‌کنم و آینده هم کوشش کند که یعنی آن مهارت آن قدرتی دارد یعنی که باز نشان دهد و ملت خودش معرفی کنه و پرچم جمهوری عزیزمون تاجیکستان بردارد و ما فخر کنیم. تمنای من همچون مادر این هست که بگذار در قطار سامان من دیگر جوانانم نیز به این موفقیت ها نائل گردند. این هم دهه لنگلیف ناحیه جبار رسولوف، جایی که چشمه دیگری از مهر مادر پهلوان پرور می جوشد. کامران شاه نیز پس از بازگشت از مسابقه به دیدار مادر آمده است. از دیدار مادر خود سیر نیستم. داریم در مسابقه در
تمرین ها هستم. هرگاهی که در مسابقه مغلوب میشم غالب میشم با همراهی مادرم صحبت میکنم و وقتی که در مسابقه مغلوب میشم فقط او به من میگه هیچ گپ ندارد بچه‌م دفعه آینده میزنی. از 3 سالگیشان اینها به همین مشق ورزشی گشتینگری شغل زیاد داشتن. همه اینها کسب اول اقتصادی دارن، باز به سپورت مشغول هستن، فقط به گوشتین. کرمانشاه مادرش در سن 40 سالگیش به دنیا آورد. این کس از بس که دیرترک شد ایرکه بود ها. اپه های این کس میگفتن که شما دو درچه برای ما تولد کردید، همه کارها رو ما میکنیم، مانید این خواند و ورزش مشغول شود، چمپیون جهان شود. گوسپنچه داشتیم، پیش چوپونی را دورک میگفتن دیگه. مثال ما 4-5 گوسفند داشته باشه، همسایه داشته باشد، با او همسایه دیگر یک روز اینش میپایه، یک روز اینش. وقتی که نوبت این کامرانشاه میشد میخیستم و در یک خلطچه نون، جرغوت، بعد تخم را آبجوشه کرده در خلطچهش میموندم، بعد یک تیاقچه میدادم و میگرفته میرفت برچه ها رو تا شب پاییده، اینای همسایه اینای محله رو پاییده می اومد. او به کتابخوانی بسیار شغل بسیار زیاد داشت، شعرهای خیام رو از یاد میکرد، کتابهای بدیعی میخوند. ما در دیها زندگی میکنیم، آوان کودکی این را قریب ندیدم گویم میشد، چون که از صنف 5 رفته در شهر دانش خود را دوام داد. هرچند که به شهر خوجان آمدم، من فقط مادر خود را روزی شنبه یک شنبه میدیدم. مکتب میانه را بود کردم، فقط در 2 ماه 3 ماه یک مرتبه میبینم. از با یک بار مغلوب شدم سالی همین اولی سال در گران پری کوبا شهر گوانا و در مسابقه گران پری دوسلدورف آلمان. مادرم با من زنگ زدن گفتن مشقت سست است یا گرسنه هستی، در آنجا چیکار میکنی، مشق داری یا نداری. اما وقت مرا دستگیری میکنن. یک تاجیک بچه‌ای که از تاجیکستان میرفت، خودش تنهایی میرفت با هیچ یک راهبر. فقط مادر جان شما دعا کنید. مرا میگفت من با دعای شما خدا خواهد پرچم برداری تاجیکستان میشه و ما صحت سلامت میبیایند. خیلی تعظیم کردیم هر سرزده همه. ما نیتی بسیار ارزی بسیار داریم. خیلی داشته خیلی پولچکی خیلی دست کن. با دیدن چهره مادر همیشه آرامش می‌یابیم. اما این مستند مادرنامه ورزشی را که به 3 تن از پهلوان‌آفران رشته ورزشی مملکت بخشیده شده بود انجام می‌بخشیم. با امید که همیشه درک کرده باشیم تا مادر یعنی یک بغل تنهایی، نگرانی، صبر و از خودگذشتگی، یک خیروار محبت و مادر یک جهان عشق است. روزی مادر خجسته باد.